یکی از خصلت‌های خیلی خوبه قدیمی ها میومدن جایی که دسترسی به شهر و روستا مشکله و تو مسیر کاروان، تو مسیر رفت آمده آب انبار طبیعی درست میکردن. آب انبار به نام برکه. حالا این برکه چجوری پر میشه؟ معمولا نزدیک کوه، جایی که بعد از بارندگی آب سرازیر میشه یا جایی که داخل دشت باشه، آبای روانی که تو رودخونه از یه مسیر جمع میشن قشنگ هدایت میشن به سمت این. بعد حجم خیلی زیادی هم آب نگه میداره. حتی اگر 1-2 سال بارندگی نباشه باز این میتونه جوابگو باشه. معمولا قدیما یا مسجد درست میکردن یا آب انبار. حالا شاید باورتون نشه تو مناطق گرمسیری مثل جنوب بیشتر آب انبار درست میکردن، خاطر اون حجم آب انباری که تو جنوب خیلی زیاده. الانم بعد از بارندگی 1-2 روز پیش که بوده کلا پره. کنارش هم یه سکو درست میکردن برای حالا نشستن، خستگی در کنن یا شبمانی یا بخوان یه نمازی بخونن. حتی حواسشون به پرنده ها هم هست. یه جا کوچولو برای پرنده میذاشتن پرنده آب بخوره، یا اینم برای یه حیوان پر میکردن. اینم که وسیله که بتونه آب ازش بردارن. یه سنگ گذاشتن که اگر باد چیزی باشه باد نبره. وای که تو صحراست ولی آشغالم که خیلی تمیز میذارن داخل سطح. برکه